여러분들 안녕하세요. 저 한쌤입니다. 저는 여러분들께 한국어를 가르치려고 하니까 아주 기쁘며 열정이 있습니다. 우리 다 같이 한국어를 잘 배우길 바랍니다. سلام همگیتون، خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون و قراره که با همدیگه استارت یک کلاس مفید و خوب رو داشته باشیم و کره‌ای رو اونجور که باید خیلی عالی با همدیگه یاد بگیریم. خب جلسه اولمونه، ما از هنگول یا همون الفبای زبان کره‌ای شروع میکنیم و بریم که الفبای این زبان خاص و دوست داشتنی رو شروع کنیم. ویدیوی ما 2 قسمته. در واقع الفبایی که ما تدریس میکنیم توی 2 مرحله است. مرحله اول رو بعد اینکه تدریس کردیم، حالا در حین کار جزوه‌ای برمیدارین، یادداشتی برمیدارین، هر کاری که میکنین این جلسه اول رو خوب میبینید، تموم که شد تمرینش میکنیم، بهش مسلط میشیم، بعد میریم سراغ ویدیو بعدی. چرا؟ چون که ویدیو اول ما یه جورایی پایه و اساسیه برای قسمت بعدی، یعنی اینا رو تا یاد نگیریم یادگیری اونا خیلی برامون سخت میشه و اینا باید جا بیفته تا بتونیم اونای دیگر هم خوب یاد بگیریم. حالا من بخوام یه اشاره‌ای بکنم به ویدیو دوم، اینه که بیشتر اون موارد صامت ها و مصوت هایی که توی ویدیو دوم قراره بهتون بگم یه جورایی مرکبه، یعنی اون مصوت هایی که اینجا میبینیم رو ترکیبشون میکنیم و مصوت های دیگه ای ساخته میشه. برای همین این رو کامل میبینیم، خوب یادش میگیریم و بعد میریم سراغ ویدیو دوم. خیلی خوب، اول بریم ببینیم که کلمات توی کره‌ای کلاً چجوری نوشته میشن. ما یه سری از کلمات رو داریم که در واقع این کلمات نیستن، میتونیم بگیم بخش. الان مثلا این یه کلمه است که حالا این یه قسمته، این یه قسمته و هر قسمتیش از 2 بخش تشکیل شده. اینی که با قرمز نشون دادم صامت ماست، حرف بی صدای ماست. اینی که با آبی نشون دادم مصوت یا همون حرف صدادار ماست. این که اینا یا میتونه عمودی کنار هم دیگه قرار بگیره یا افقی. اما یه چیزی که خیلی مهمه اینه که باید حواسمون باشه هیچ کلمه‌ای یا هیچ بخشی نداریم که بدون یکی از اینها نوشته بشه. یعنی این حتما باید باشه، این یکی هم حتما باید باشه. حالا سومی و چهارمی و اینا رو بعداً بهش میرسیم، ولی این دوتا واجبه. همیشه هم اون حرف بی صدای ما این قسمته، اول حرف بی صدا رو می نویسیم، بعد حرف صدادار. حرف صدادار یا سمت راست کنارشه یا پایینشه. این از این. میتونه هم 3 بخشی باشه. الان این خودش یه واحد یا حالا توی کره‌ای بهش میگیم کلجا. این یه کلجاه که حالا الزاماً یه کلمه کامل نیست. میتونه که مثلا 2 تا کلجا، 3 تا کلجا، 4 تا کلجا کنار هم دیگه قرار بگیرن و کلمه رو تشکیل بدن. ولی حالا هر کلجایی ما اینجا داریم کلجاها رو بررسی میکنیم دیگه. اینجا یه دونه کلجا 2 تا بخش داشت، اینجا 3 تا بخش داره. خب ما قبلیه گفتیم که یه حرف صامت، یه حرف مصوت، یه بی صدا یه صدادار کنار هم دیگه قرار میگیرن. توی بخش سوم یه دونه صامت حرف بی صدای دیگه میاد این پایین قرار میگیره، مثل اینجا بی صدا، صدادار، بی صدا. باز دوباره میبینیم که اول بی صدا رو مینویسیم، بعد حتما صدادار میاد. امکان نداره که این دوتا بیان و این حرف صدادار ما نباشه. این وجودش الزامیه برای ما. حالا یا این دوباره میتونه اینجا عمودی کنارش قرار بگیره حرف صدادارمون، میتونه هم افقی این پایین قرار بگیره. یه چنین حالتی داره. دیگه حتما متوجه شدین که این قرمزای ما حروف بی صدای ما هستن، آبی ها حرف صدادار. حالا حرف صداداری که میگیم ا، ای، او، آ، ای، او، توی فارسی ما اینا رو داریم.
یا اینکه مثلا توی انگلیسی 5 تا داشتیم، میشد A, E, O, I و O. درست گفتم؟ آره. خب اینم از این. میریم سراغ بعدی که این یکی میشه 4 بخش. دوباره داریم میبینیم که این حرف صدادار ما حتما قرار میگیره یکی از این دوتا، یکی از اینجاها حتما قرار میگیره و اینکه اول حرف بی صدا رو مینویسیم، بعد حرف صدادار، بعد حرف بی صدا و بعد هم حرف بی صدای دیگه. اینجا هم همینطور، اینجا هم حرف بی صدا، صدادار، بی صدا، بی صدا. خب حالا بچه‌ها من یه چیزی که همین الان بهتون بگم و خوبه که توی جزوهاتون هم بنویسین اینه که ما توی زبان کره‌ای یه چیزی داریم به اسم پدچیم. پدچیم چیه؟ ما بهش میگیم جایگاه سوم یا چهارم سوم یا چهارم کلجه یا همون کلممون. اینجا الان 2 بخشیه. اینجا پدچیم داریم یا نداریم؟ نداریم، چون که جایگاه سوم خالیه. اینجا پدچیم نداریم. اینجا چطور؟ اینجایی که 3 بخشیه اینجا پدچیم رو داریم، این سومیه. 4 بخشی چطور؟ این هم داریم. چرا؟ چون که این از 2 بخش رد کرده، بیشتر از 2 قسمت داره. پس اینجا و اینجا ما پدچیم رو داریم. اینجا پدچیم نداریم، جای پدچیممون خالیه. چرا این مهمه؟ اینه که ما وقتی که جلوتر بریم میبینیم که بیشتر استثناءاتی که توی تلفظها و حالا گرامر رو اینا به وجود میاد برامون، خیلی هاشون به این پدچیم مربوطه، اینکه پدچیم داریم یا نداریم. پس وقتی که یه کلجه ما، یه حرفمون، یه کلممون 2 بخشی باشه پدچیم نداریم، وقتی 3 بخشی باشه پدچیم رو داریم. خب اینو توی ذهنتون بسپارین، جزوه‌ای دارین نوشتین نگاه کنین، مرور کنین، تکمیل کنین تا بریم اسلاید بعدی. خب ما وارد قسمت یادگیری موئم یا همون حروف صدادارمون میشیم که حالا من بهتون گفتم توی زبان فارسی ا، ای، او، آ، ای، او، این 6 تا رو داریم، ولی توی کره‌ای ماشاءالله خیلی زیاده. تا میتونیم باید تمرکز کنیم روی اینکه چجوریان، هر کدوم چجوری تلفظ میشه و توی کلمات مختلف چجوریه و اینها. خیلی خوب. اینجا موئم مصوتمون رو داریم که میبینیم شکلاشون نسبتاً شبیه و اینجا اسمشون، اینکه حالا مثلا ما داریم درسته میگیم آ ب پ ت س، ولی صداشون الف ب پ ت س جیم چه ه خ، درسته که صداش ج ولی میگیم جیم. اینم یه همون حالت اسمش رو داره میگه. و دیگه اینکه ما توی زبان کره‌ای سنن سون تا ترتیب نوشتن داریم، اینکه ما به یه ترتیب خاصی می نویسیم و اینکه اول کدومو بنویسیم بعد کدومو برامون مهمه. درسته که حالا مثلا کره‌ای‌ها خودشون هم خیلی ترتیب رو رعایت نمی‌کنن، ما خودمونم به یه جایی برسیم هر جور که راحتی می‌نویسیم، ولی این نوشتن ترتیبش از این جهت برامون اهمیت داره که اگه اینو رعایت کنیم دستخط خوبی هم خواهیم داشت و دستخط قشنگ خدایی هم واقع چی بهش میگن مایه افتخار آدمه. و دیگه این قسمت هم یانسه تمرین که شما قراره برای خودتون تمرین کنین، بعدی پرم یا همون تلفظ و مثال که حالا توی یه کلمه براتون میارم. خب بریم شروع کنیم. اینا تازه یه بخشی از موئم ها یا همون حروف صدادارمونه. اینا یه تیکه 5 تاشونه فقط. حالا اسلایدهای بعدی هم ادامه‌شون رو داریم، ولی بریم از اینجا شروع کنیم. خب اولیمون اسمش اسمش هست و همون صدای رو میده. برای مصوت ها اسم و صداشون یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. اینجا
دوم ا. ترتیب نوشتنش از بالا به پایین و چپ به راست. بچه‌ها یه چیزی حالا بهتون بگم، از اونجایی که ژاپنی دارم میخونم و چینی هم تا یه حدی خوندم، خیلی جالبه که کلاً توی بین این سه تا زبان، یعنی کره، ژاپنی و چینی، اینجوریه که از چپ به راست، بالا به پایین، چپ به راست، یعنی این همیشه پابرجاست. بالا به پایین، چپ به راست، این ترتیب رو همیشه حفظ میکنن و این باعث میشه که وقتی که مینویسین خیلی خوشخط‌تر به نظر برسه و کلاً استاندارد رو حفظ کنه و اینا. برای همین اینا رو یادتون باشه، بالا به پایین، چپ به راست. حالا به خصوص توی کره‌ای اولویت اول بالا به پایینه، بعد چپ به راست. و اینکه آره، حالا بریم ادامهش رو ببینیم. گفتیم که تلفظش میشه ا. اگه که حالا علاقه داشته باشیم به کیپاپ یا اینکه حالا لیریک ویدیوهایی دیده باشیم که زبان کره‌ای رو، حالا آهنگ رو که به زبان کره‌ای میگه، میان با حروف انگلیسی رماجی یا همون تلفظشون رو به انگلیسی مینویسن. این کلاً چیز استانداردی نیست و اگه تا الان با این پیش میرفتین، من باید بهتون بگم که کلاً بذارینش کنار، چون که اصلاً روش خوبی برای یاد گرفتن تلفظ نیست و کسی که با اینا بخواد کار کنه هیچ وقت به اون سطح تلفظی که نزدیک به خود کره‌ای‌ها نمیتونه برسه، یا اینکه خیلی سخت میتونه برسه، چون که اصلاً چیز استانداردی نیست و من به نظر من اصلاً با اینا کار نداشته باشین. حالا من براتون نوشتم که داشته باشین تا یه حدی بدونین، ولی بدونین که این کارو نکنین. خب این یکی صدای ا میده، مثل کلمه پادا به معنی دریا. حالا اینکه این چجوری این شد اینو کاری نداریم. پادا صدای ا. بچه صدای آ هم نمیده، صدای آ فارسی نمیده، صدای ا میده، کامل صدای ا. اینو حواستون باشه. خب بعدی رو میبینیم که همونه، ولی به جای یه خط کوچولو 2 تا خط کوچولو داره. این اسمش هست یا رو چجوری می نویسیم؟ یه خط عمودی از بالا به پایین، چپ به راست، بالا به پایین، چپ به راست. حالا اول بالاییه رو می نویسیم یا پایینیه؟ بالا به پایین. آره، اول بالاییه بعد پایینیش. این هم صدای ی میده. بچه ببینین اینا جهتاشون یکیه، فقط یه دونه خط کوچیک اضافه تر داره. همین باعث میشه که این صدای ی بگیره. کلن حتی اینجا مثلا این یه دونه خط داره، 2 تا که شد، این صدای ی قبلش میاد. خب اینم از این. گفتیم که صدای ی میده و مثل کلمه یک به معنی دارو، یک. خب حالا 2 تا کلمه اینجا دیدیم. این کلمه 2 کلجا داره، این یکی 1 کلجا. دارم براتون مرور میکنم و اینجا پچیم داریم یا نداریم؟ نداریم، چون جایگاه سومش خالیه. اینجا چطور؟ بله اینجا پچیمو داریم، جایگاه سوممون پره. خب اینم از این. میریم سراغ بعدی. این بعدیه شبیه همون ا ولی برعکس شده. خب اسمش چیه؟ آ. چجوری می نویسیمش؟ این یکی از چپ به راست، بالا به پایین. این دیگه اول بالا به پایینه نیست، از چپ به راست، بالا به پایین. و تلفظمون چجوریه؟ آ. بچه ما توی فارسی درسته که میگیم آ، اما میشه گفت توی کره‌ای این یه چیزیه بین او و آ. خب پس کامل آ نیست. خیلی هم حالا ممکنه این تلفظات رو شنیده باشین توی دراما و اینا، ممکنه او بشنویم ولی او نیست، آ.
این تلفظ این حرف برای ما خیلی مهمه. جزوه می نویسین کنارش یه ستاره یه چیزی بزن که اینو حواست باشه. جزوه اوناییه که باید بیشتر تمرینش کنی تا روش مسلط بشی و حرفه‌ای تر کار کنی. خب توی روماجی هم یه دونه ای یه دونه او می نویسیمش. آ. مثالش چیه؟ سام 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 به معنی جزیره. خب این کلمه یک کلجایی هست و پچیم داره یا نداره؟ پچیم داره. خب میریم بعدی. گفتیم که وقتی که یه خط کوچیک بگیره چه صدایی قبلش میاد؟ آره یه صدای یه قبلش میاد. پس این اگه آ بود این میشه یا یا یا. ترتیب نوشتنش چجوریه؟ عین همین بالایی ولی 2 تا خط کوچیک. 1 2 و این یکی. تلفظش هم که گفتیم یا یا یا، مثل کلمه یاگی 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 به معنی اینجا اینجا. و حالا این یکی چند کلجا هست؟ 2 کلجا. پچیم داره یا نداره؟ پچیم نداره. جایگاه پچیمش خالیه. خب میریم سراغ بعدی. قبل اینکه بریم سراغ بعدی اینه که خیلی ها میگن که ما این ا و آ یا اینا رو اشتباه میگیریم. یکیش رو به راسته، یکیش رو به چپ. من اینو چجوری از همدیگه تشخیص بدم؟ اون چقدر طول میکشه؟ بچه اینا هم خودشون یه دلیلی داره که اینجوری شکلش رو درست کردن. اگه که دقت کنین ا که میگیم یه جورایی این صدا یا هوا تمایل به بیرون داره، انگار داره میره بیرون. اینجا هم داره میره بیرون. اگه دقت کنین یه حالت بیرون رفتنی داره. این یکی چی؟ آ. انگار که این صدا داخل دهنمون میمونه و خفه میشه. یه چنین حالتی داره. رو به داخله. پس این رو به بیرون. آ. این حالت رو داره. از این نظر شما میتونین این دوتا رو از هم دیگه تشخیص بدین. البته این تشخیص دادنش هم خب خیلی کار سختی هم نیست و اینکه از یه جایی به بعد دیگه اوکی میشه براتون. اصلا دیگه اونش هم مهم نیست. من اینو خب به اینو چجوری برش گردونم؟ خب اوکی شد. پس اینم از این و میریم سراغ بعدی. این بعدی که داریم میبینیم که یه چنین حالتی داره، رو به بالا و اسمش هست او. این قبلیه رو ما گفتیم که میگیم آ صدای او نمیده. اینجا این یکی صدای او میده. او. چجوری نوشته میشه؟ از بالا به پایین چپ به راست. بالا به پایین چپ به راست. صدای او میده. او. به عنوان مثال کو یعنی بینی، دماغ. و اینم از این. خب تا اینجا همه رو یاد گرفتین. یه نگاهی بهش بندازین و اینکه بچه‌ها ایشالا توی اسلایدهای بعدی هم اون چیزی که گفتم حالا چند کلجه هست، پچیم داره یا نداره، من این اسلاید رو براتون گفتم دیگه. از بقیهش رو خودتون برای خودتون تمرین کنین. هرچی بیشتر تمرین کنین بهتره براتون. و اینم تا اینجا او رو داشتیم. حالا میریم اسلاید بعدی. خب اینم شبیه همون اوه ولی یه خط کوچیک اضافه تر داره. گفتیم چه صدایی میگیره؟ آفرین، صدای یه میاد قبلش و این میشه یو. ترتیب نوشتنش چجوریه؟ دوباره از بالا به پایین چپ به راست. این میشه یو ما. و اینکه
تلفظش هم که یو، مثالش میشه حکیا. 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 حکیا به معنی مدرسه. حکیا. اینجا ا رو داشتیم، اینجا هم گیو. یو رو داریم. خب میریم سراغ بعدی. اینو من بزنم اسلاید قبلی. اینجا. خب این یکی رو داشتیم که رو به بالا بود، بعدیمون رو به پایینه، بعدیمون رو به پایینه، عین همونه ولی رو به پایینه. این یکی صدای او میده. او. حالا یه چیز دیگه این که اینا رو چجوری از هم تشخیص بدیم. او یه حالت رو به بالا داره، همین توی دهنمون که تلفظ میکنیم. او یه خورده پایین تره اگه دقت کنید. او. این هم راحت از همدیگه قابل تشخیصه. خب پس این میشه او ما و ترتیب نوشتنش از چپ به راست بالا به پایین. چپ به راست بالا به پایین. گفتیم تلفظش میشه او. به عنوان مثال نون. نون دو معنی میده بچه‌ها، هم معنی چشم میده، هم معنی برفی که از آسمون میاد. خب میریم سراغ بعدی. دوباره همون جوری که انتظار داشتیم یه خط کوچیک بهش میدیم، میشه یو. اینم از یو که حالا رماجیش هم اینه، مثل کلمه اویو. اینجا هم او رو داریم هم یو رو داریم. اویو به معنی شیر خوردنی. و بعدی، کلمه بعدی این یکیه. خب این یه خورده کار داره. حالا من بعدی رو براتون میگم. این یکی که یه خط عمودی، اونو میذارم آخر کار. یه خط عمودی. این خط عمودی ما صدای ای میده. ای همون ای خودمون. خب این اوکیه. ای حالا از این بگذریم دیگه، از بالا به پایینه، مثل یمین ها. خب به چه اسم قشنگی. طرفدار لیمین هو اگه هستین، یمین هو اینجوری نوشته میشه. و حالا برگردیم بریم این قبلیه که گفتیم بذاریم آخر کار. چرا؟ چون که بچه این یه مصوتیه که عین صداش رو نه توی انگلیسی داریم نه توی فارسی داریم. توی ترکی من یه مقدار دیدم که داشتیم و فکر کنم اگه اشتباه نکنم توی چینی هم باشه. و این چیه؟ این صدای صدای میده. خب و طرز نوشتنش، نحوه نوشتنش از چپ به راسته، صدای میده و رماجی شکل یو می نویسن. خب این یه مصوتیه که بیشتر بچه ها توی تلفظ کردنش مشکل دارن، به خصوص ایرانی ها و حالا دیگه بقیه کشورها رو که کار نداریم دیگه. ایرانی ها با این تلفظ یه خورده ایراد دارن، مشکل دارن سرش که راحت نمیتونن تلفظش کنن، چون که واقعا هم عینش رو هیچ وقت نداشتیم. من بهتون چند تا راهکار میدم. این که اول این که یه کاری که میتونین بکنین اینه که سعی کنین به اون کلمتون ساکن بدین. ساکن، خب ما وقتی میگیم ساکن یعنی دیگه صدا نداره دیگه، همونجا کلممون، حرفمون قطع میشه. اما سعی کنین یه ساکن صدادار بهش بدین. مثلا چی؟ به عنوان مثال
مثلا کلمه گرگ، حالا من همینجوری میگم گر. الان بخوایم به ر یه ساکن صدا دار بدیم میشه گر. فرض کن یه خارجی هستی که نمیتونی ساکن رو تلفظ کنی، نمیتونی به این ساکن بدی و این چه حالتی پیدا میکنه؟ مثلا گرگ. اینجوری میتونیم در نظر بگیریم. یه راه ساده تر هم داره، این که حالا ما توی روماجی میگیم ای او. خب اینجوری نوشته میشه ایو دیگه، ای او. ما وقتی که میخوایم ای رو تلفظ کنیم دهنمون چه حالتی پیدا میکنه؟ مستطیل میشه دیگه و دندونامون پیدا میشه. ای از این ای هایی که میخوایم بریم مثلا دندون پزشکی و اینا، ای یه چنین حالتی دهنت پیدا کنه. همین الان تمرینش کن و سعی کن به جای اینکه بگی ای بگی او، ولی حالت دهنت تغییر نکنه. اینجاست که این صدای او. این صدا همون صدای درسته، این مصوت ماست. خب از اونجایی که گفتم این خیلی سخته و حالا قبل این یه مصوت آ رو داشتیم که گفتم نه آه نه او، یه چیزی بین آ و او جلوش ستاره بزن، جلوی این یکی 3 تا ستاره بزن چون خیلی مهمه. اگه که تونستی اینو خوب تلفظ کنی میتونی به یه تلفظ درست عین خود کره‌ای‌ها نزدیک بشی. خب اینم از این و مثالش کلمه گرد. اینم به معنی کاسه و میبینیم که 2 تا مصوت ا داره، 2 تا مصوت ا داره و به معنی کاسه هست. خب و اینکه یه نکته که یادم رفت بگم اینه که خیلی‌ها وقتی که نمیتونن اینو خوب تلفظ کنن یا ای تلفظ میکنن یا او تلفظ میکنن. سعی کنیم که هیچ وقت این دوتا رو به این دوتا عادت نکنیم. اگه عادت کردین ترک عادت خیلی بدتره، خیلی سخت‌تره تا اینکه همین اول خوب یادش بگیریم. پس اینو خوب یاد بگیرین که بعداً دچار مشکل نشین. خب این یکی رو هم که گفته بودیم و بریم سراغ بعدی. خب بچه ما حروف صدادار اصلیمون که حالا یه نسخه ساده بود رو تا الان یادش گرفتیم. حالا میایم سراغ یه سری حروف بی صدا. حروف بی صدامون ایناست، چند تاش هم حالا اسلاید بعد. به حروف بی صدامون میگیم تعم. میریم که تعم هامون رو یاد بگیریم. خب قبلی ها رو اگه یادتون باشه اینجا گفتیم اسمشون با صداشون یکیه، ولی برای حروف بی صدامون دیگه این نیست. یه اسمی دارن و یه صدایی. مثل چی؟ مثلا داشتیم دال زال دیگه، صاد زاد، تازا، عین قین، ولی هر کدوم صدای خاص خودشونو دارن. مثل دزه دیگه، تزه، سزه، اینا هم دیگه همون مدلی هم. خب میریم سراغ اولین تعم. این یکیه و اسمش هست گیاگ و ترتیب نوشتنش از چپ به راست بالا به پایین، چپ به راست بالا به پایین. و بچه اینجا مدادتون رو نباید از روی کاغذ بردارین، یعنی از چپ آوردی راست، بعدش بلافاصله میاری پایین، نیازی نیست این وسطش مداد رو برداری. خب این چه صدایی میده؟ صدای گ. یه چیزی این که ما خودمون صدای ک رو جدا داریم براش. این بیشتر صدای گ میده ولی یه موقع‌های صدای ک هم میده. اوکی؟ حالا یه چیزی من بگم، یه چیز جالب. حالا توی فارسی ما یه کلمه‌ای داریم به اسم کوکب.
حالا اسم خانوم میتونه باشه، معنی ستاره هم میده. ما میگیم کوکب، نمیگیم کوکب. دقت کردین چی شد؟ ما توی فارسی هم حرف که برامون به 2 صورت تلفظ میشه. خب حالا این کلمه کوکب خیلی مثال خوبیه و اون چیزی که ما برای این صدا توی کره‌ای داریم اون که اولیه که توی کوکب میاد. ک. دقت کنین ک. این خیلی فرق میکنه تا ک. خیلی فرق میکنه. ما میگیم ک. یه حالت گنگ داره. خب ما این حالت گنگ رو برای این در نظر میگیریم. پس یه موقعی صدای ک میده، یه موقعی صدای گ میده. و چه زمانی بیشتر صدای ک میده؟ زمانی که اول کلمه بیاد. این که ما گفتیم مثلا میتونیم یه دونه کلجا داشته باشیم، 2 تا کلجا داشته باشیم و این صدای که مال وقتی میاد که توی کلجای اول باشه. مثل چی؟ خب من مثالا رو گذاشتم براتون که آخر سر ببینیمش. حواسم به این نبود. میریم حالا بقیه هم خوب یاد میگیریم، بعد برمیگردیم مثالا رو میبینیم. خب اینو تا الان حواستون باشه چجوریه. چالم بعدیمون نیین. اسمش هست نیین. طرز نوشتنش بالا به پایین، چپ به راست. و چه صدایی میده؟ صدای ن. خب این یکی این مدلیه، این یکی اینجوری. بذارش کنار هم یه مربع و تشکیل میده. بعضیا هستن که مثلا این رو یا از پایین به بالا می نویسن، اینجوری چپ به راست، بالا به پایین، یا اینکه این رو اینجوری می نویسن. بعضیا هستن که این اشتباهات رو انجام میدن و شما سعی کنین که این اشتباهات رو نداشته باشین. و اینکه خب دیگه اینم خیلی ساده صدای نمیده. و بریم سراغ بعدی صدای دیگد. اسمش هست دیگد. صدای، حالا طرز نوشتنش اینجا از چپ به راست، بالا به پایین، چپ به راست. اول اینو میکشیم، مداد رو برمیداریم، بعد بالا به پایین، چپ به راست. به همین سادگی. چه صدایی میده؟ صدای د و ت میده. حالا چه موقعی د، چه موقعی ت؟ این ت اولا این که ت خیلی غلیظی نیست، یعنی چجوری بگم، یه دیه که یه مقداری هوا از دهنمون خارج میشه که شبیه ت شنیده میشه. و چه زمانایی ت شنیده میشه؟ زمانایی که این که بود اینجا گفتم بهتون، گفتم که اگه توی کلجای اول بیاد بیشتر صدای که شنیده میشه. اینم همینطور، اگه کلجای اول بیاد صدای ت شنیده میشه. بریم سراغ بعدی. خب این یکی که قیافه ترسناکی داره ولی خدا رو شکر جوریه که شما دیگه میشناسین، توی ذهنتون قشنگ میشینه که این چه صدایی داره. خب این یکی هم اسمش هست ریل. چجوری نوشته میشه؟ خب قطعاً از بالا و از سمت چپ شروع میشه، میاد اینجا، بعد میاد پایین، بعد حالا قسمت بعدیش اینجا که اومد پایین، بعدش از سمت چپ به راست و بعد بالا به پایین. به همین راحتی. یه بار دیگه بذارمش. پس 3 مرحله است. بالا به پایین، یه دونه چپ به راست، دوباره بالا به پایین، چپ به راست. پس چی شد؟ بذارین تا با مداد بهتره.
از اینجا این شد یه مرحله، مداد رو برمیداریم. مرحله دوم مداد رو برمیداریم. مرحله سوم. این از این. حالا کره چجوری می نویسن؟ اینجوری. بله اینم خوبه که بدونین. و دیگه این که چه صدایی میده؟ هم صدای ر میده هم صدای ل میده. چه زمانایی ر چه زمانایی ل. دوباره برمیگرده عین این دت و کگ. زمانی که اول کار بیاد صدای ر میده و زمانی که آخرای کار بیاد توی پچیم قرار بگیره صدای ل میده. خب برای همینه که میگم پچیم مهمه. و یه نکته دیگه این که این قاعده همیشگی نیست. یعنی شده که اول کار میاد ولی صدای ل میده و اینا رو توی درسای بعدی یاد میگیریم. خب میریم تعلیم بعدیمون. میبینیم که یه شکلی شبیه مربع با چی شروع میشه؟ با م شروع میشه و صدای م میده. به همین راحتی. اسمش هست میین و شبیه یه مربعه ولی نوشتنش دیگه همینجوری نیست که من یه مربع بکشم و خلاص. طرز نوشتن داره. اول از اینجا شروع میشه بالا به پایین، اینجا. اینم دوباره شد 3 مرحله. اول این، بعد این، بعد این. اوکی؟ بالا به پایین مدادمو برمیدارم. مرحله دوم اینجا دوباره مدادمو برمیدارم. مرحله سوم اینم از این. خب چه صدایی میده؟ م. به همین راحتی. خیلی چیز راحتیه. بعدیمون هست پیپ. ترتیب نوشتنش خب 2 تا خط عمودی 2 تا خط افقی. به همین سادگی. 2 تا خط عمودی 2 تا خط افقی. و تلفظش چجوریه؟ تلفظش صدای ب و پ میده. چه زمانی ب چه زمانی پ؟ وقتی که توی کلجای اول بیاد، جایگاه اول بیاد، یه صدای پ مانندی میده. مثل چی؟ مثل پپ. حالا مثالشو بعداً میارم براتون. ولی حواستون به صداش باشه. خب حرف بعدیمون اسمش هست شید. آره شیاد صدای س و گاهی اوقات صدای ش میده. توی حالا یه زمانهایی که من براتون میگم. اینجوری هم نوشته میشه. از بالا به پایین به سمت چپ، بعد بالا به پایین به سمت راست. خب تلفظش یه موقعی صدای ش میده، یه موقعی صدای س میده. این که این چجوریه، این یکی رو من باید توی مثال براتون توضیح بدم دیگه، همینجوری نمیشه. خب بریم سراغ مثالای اینا رو که همه رو یاد گرفتیم. یه نگاهی روی جزوه‌تون بندازین، نکاتی که گفتم اگه چیزی نوشتین بخونید و بعد برگردید تا مثالاشو براتون بگم. خب اولی کیاک. یادتون میاد گفتم که این که اولی وقتی توی کلجای اول بیاد، توی جایگاه اولش بیاد صدای ک میگیره. کیاک. خب این از این هم که رو داره هم گه و به معنی خاطره یا چیزی که توی ذهن ما هست، memory، چنین معنی میده. بعدی گفتیم صدای ن میده و گفتیم خیلی راحته، مثل نه نه. این یکی چی؟ شبیه مربع، گفتیم صدای م میده. آفرین. نمو
به معنی درخت. خب بعدی داشتیم دیگود. دیگود چیه؟ مثل تادر. اینجا من اومدم یه چیزی رو نوشتم که هم صدای ت توش باشه هم صدای د توش باشه. الان میبینیم که توی جایگاه اول، توی کلجه اول ما این دیگود رو داریم. پس گفتیم صدای چی میده؟ صدای ت. تادر. ولی میگم ت خیلی ت غلیظی نیست. چیز غلیظی نیست، خیلی راحت. پس این میشه تادر. خب میریم سراغ بعدی. گفتیم این یه جای صدای ل میده، یه جای صدای ر. و اینجا بچه جایگاه اوله ولی صدای ل میده. لورا. حالا فکر میکنم که شاید توی کتابتون داشته باشی اسم یکی از شخصیت ها لورا هست و یه اسم انگلیسی. پس این میشه لورا. اولی صدای ل میده، دومی صدای ر میده. خب بریم سراغ بعدی هم میم هست که گفتیم صدای م میده و خیلی راحته. میسو. این یکی گفتیم صدای س میده که یه خوردم شکل سیبیله. سیبیل سه. و بعدیمون هم که گفتیم بی میشد صدای چی میده؟ پپ. صدای ب و پ. ببینیم که یه دونه کلجه ولی چون توی جایگاه اولش قرار گرفته صدای پ میده، توی جایگاه سوم صدای ب گرفته. پپ. اینم از این. میریم سراغ این یکی که گفتیم یه موقعی صدای س میده، یه موقعی صدای ش میده. مثل چی؟ مثل شیکسا. حالا چه زمانی صدای ش میده، چه زمانی صدای س میده؟ خب بچه ها ما توی اسلایدهای قبلی مصوت‌ها یا حروف بی صدامون، حروف صدادارمون رو یاد گرفتیم و تا الان چند تا رو یاد گرفتیم؟ ا، آ، او، ای، او. به همراه چی؟ اونایی که قبلشون یه میگرفت، یعنی یا، یو. اینا رو داشتیم دیگه. خب زمانی که این سه با یکی از مصوت هایی که یه مقداری توش صدای ای یا یه هست بیاد، اون موقع صدای ش میگیره. یعنی چی؟ یعنی ما توی زبان کره‌ای سی نداریم. سی کلا نداریم. ولی اینجا میبینیم س رو داریم، سو رو داریم، سو داریم، سا داریم، س داریم، اما دیگه سی نداریم. چی میشه؟ میشه شی. چرا؟ چون کنار ای قرار گرفته. پس اینجا میشه شیکسا. چرا؟ چون که این سه کنار ای قرار گرفته. ولی اینجا که کنار ا قرار گرفته و اینجا که او کنارش قرار گرفته، این صدا رو نداره، همون صدای سه رو میده. خب اینم که یاد گرفتیم، میریم سراغ اسلاید بعدی. خیلی خوب، میریم سراغ بعدیا که میبینیم اولیشون شبیه یه صفر یا دایره است و اسمش هست این. چجوری می نویسیمش؟ اینه یه دایره دیگه. آره اینه یه دایره که حالا از بالا از این ور شروع میکنیم می نویسیم تا برسه اینجا. چه صدایی میده؟ این صدای بچه کامل صدای نمیده. ما درسته که توی فارسی می نویسیم
ولی مثل کلمه سنگ این گ تلفظ نمیشه. گ در واقع با یه تاچ یا یه ضربه خیلی آروم انتهای زبان به اون آخر دهن این صدای به وجود میاد. این که مثلا میگیم انگ. شما حتی این گ منو کامل نمیتونیم بشنویم و این تلفظ درست اینه. برای همینه که ما میگیم این. خب اینم از این. و اینکه این یه نقش دیگه هم داره. اینجایی که میبینیم بچه حالا ما توی اون بذارین تا بیارم براتون. اینجایی که داشتیم 2 بخشی و 3 بخشی و اینا، اگه که این ایونگ توی قسمت اول توی این بخش اول قرار بگیره، حالا یا اینجا یا اینجا، صدای خودش رو از دست میده. یعنی چی؟ یعنی اون موقع صدایی که میگیره صدای این مصوته. یعنی من اگه اینجا اومدم نوشتم، اگه این رو توی جایگاه اول نوشتم و بعدش این ا رو گذاشتم، این صدای خودش رو از دست میده و صدای این رو میگیره و چی تلفظ میشه؟ میشه ا. دوباره اگه اینجا این رو بذارم توی جایگاه اول و بعد این یکی رو بذارم اینجا، صدای خودش رو از دست میده و چی تلفظ میشه؟ این حرف صدادار میشه او. اوکی؟ خب من اینو پاکش کنم و برگردیم. خب ای وای زیادی برگشت. خب پس این اینجوریه. برای همینه که اینجا هم ما داریم ای. این صدای خودش رو از دست داد و صدای ای رو گرفت. پس این میشه ای و دوباره اینجا هم همین اتفاق میفته. این که این توی جایگاه اول که قرار گرفت صدای خودش رو از دست داد و صدای گرفت. پس میشه این. اینجا وقتی که توی پچین قرار گرفت فقط و فقط اینجاست که صدای خودش رو داره، یعنی صدای میده. پس این رو حواستون باشه، اگه جای دیدین اصلا بابتش تعجب نکنید. خب مثال که برای آخر کاره و بریم سراغ بعدی. این یکی خیلی قیافه خوشگلی هم داره، اسمش هست جید. چجوری نوشته میشه؟ 1 2 3. خب البته اینو وقتی از اینجا می نویسیم میاد اینجا، مداد رو بر نمی داریم. از اینجا می نویسیم میاد اینجا، بعدش بر می داریم و از اینجا رو به پایین. یعنی چجوری بنویسیم؟ اینجوری. البته بعضی جاها اینجوری هم می نویسن که این شبیه چیه؟ اینی که اینجوری بود صدای 3 میداد دیگه، یه خط میذاری بالاش، این میشه ج. به همین راحتی. و خب ببینیم صدای چی میده؟ صدای ج یا چه میده. اینم دوباره عین همون قبلی ها، یه موقع‌های صدای ج میده، یه موقع‌های یه صدای شبیه چه میده. خب میریم بعدی. این یکی میبینیم همون جیت هست ولی یه خط کوچیک این بالاش داره. این اسمش هست چید. فکر کنم همین الان دیگه فهمیدین چه صدایی میده. خب ترتیب نوشتنش چیه؟ ترتیب نوشتنش عین همونه ولی قبل از همه چیز این خط کوچیک بالاش رو باید بنویسیم که میشه این.
به همین سادگی. و صدای چه، صدای چ میده. خب این ولی در کل ما این رو ج تلفظ میکنیم، این رو چه در نظر میگیریم. و بریم سراغ بعدی. خب این یکی یادتون میاد یه چنین چیزی داشتیم، این رو یادتون هست دیگه، گفتیم صدای هم صدای گ میده هم صدای که، و گفتیم صدای که عین صدایی که توی کلمه کوکب داریم، صدای ک میده. خب حالا این یکی یه خورده شبیه اینه، یعنی اگه نگاه کنین قیافه هاشون هم شبیه، یه خط اضافه تر داره. اگه این باشه یه خط اضافه تر داره میشه این. این یکی بچه صدای که میده. اون کوکب بود، گفتیم یه که خیلی غلیظ داره که اون تهش میاد کوکب، این میشه اون که غلیظ ما، که حالا اینجا مثلا اسمش چیه؟ کیوک. و چجوری می نویسیم؟ اینجوری، این همون گ، این همون کیوک، ولی یه خط اضافه ده. صدای چی میده؟ صدای کهی که خیلی غلیظه و اون مدلیه. خب بریم سراغ بعدی. این یکی شبیه کدومه؟ این یکی شبیه اینه. گفتیم صدای چی میده؟ صدای د و ت میداد، که حالا اینو یه خط اضافه آورده وسطش و صدای ت غلیظ میده. ت غلیظ. ما گفته بودیم که اون قبلیه کامل صدای ت نمیداد، یه صدای دیه که چون یه خورده هوای بیشتری از دهنمون خارج میشه شبیه ت به نظر میرسه. اما این یکی کامل ت تلفظ میشه، اسمش هست تید اینجوری. و این یکی اینجا چجوری نوشته میشه؟ اول این دوتا خط، بعد میاد پایین و خط آخر. به همین سادگی گفتیم صدای ت میده. بریم سراغ بعدی. این یکی حالا چندان شبیه نیست، ولی از لحاظ آوایی شبیه ایوا این چرا اینجوری شد؟ از لحاظ آوایی شبیه این حرف ماست. چی بود؟ صدای بیب، حرف بیب. گفتیم چه صدایی میده؟ صدای ب و پ میده. اینجا این یکی اون صدای پ خیلی غلیظه که اسمش هست پیب. خب چجوری نوشته میشه؟ اینجوری، ترتیب نوشتنش اینه. چه صدایی میده؟ پ غلیظ، پ خیلی غلیظ. خب این یکی چی؟ بریم سراغ بعدی. این یکی صدای هی خیلی خوشگل و گوگولی مگولی، و صدای ه، اون صدایی که داریم ه، اینم اینجوریه. و چجوری می نویسیم؟ 1 2 3. گفتیم صدای ه میده و اینم از این. خب قبل از اینکه ما بریم وارد بعدی بشیم، من یه نکته‌ای رو سعی کنم با خط خوش اینجا براتون بنویسم. بچه‌ها این 4 تا حرف گفتیم که شبیه دارن دیگه. اینی که چه شبیه ج، اینی که کیک شبیه کیک هست، تی شبیه
دیگت هست. پی گفتیم از لحاظ آوایی شبیه بیپ هست. خب من میخوام یه نکته بهتون بگم بچه‌ها. این 4 تا ای وای چقدر خط اینجا بد میشه. این 4 تا میشه گفت حالت غلیظ اینا هستن. یعنی چی؟ یعنی قراره توپ رو غلیظ تلفظ بشه. وقتی میگیم غلیظ توی زبان شناسی چی داریم؟ اینه که اون هوایی که از دهن ما خارج میشه نسبت به اینا بیشتره. چجوری؟ حالا امتحان کنین. دستتون رو بذارین جلوی دهنتون، خب؟ و اینکه سعی کنین اینا رو تلفظ کنین. این یکی ج ج ج، این یکی میشه چ چ. اون هوایی که میاد بیرون و به دستتون برخورد میکنه خیلی بیشتره. برای همین این از این لحاظ میگیم غلیظ‌تره. یا این یکی چی؟ این یکی ک ک ک، این یکی میشه ک ک. دوباره اون دوز هوایی که میاد بیرون خیلی بیشتره. این یکی چی؟ این یکی د د د، این یکی ت ت. هوایی که میاد بیرون خیلی بیشتره. دوباره اینجا هم همینطور. این یکی اگه بگیم ب ب ب، این یکی میشه پ پ. از این لحاظ اینا با اینا فرق دارن. روی تلفظهای اینا خیلی باید کار کنید و حتما این قسمت ها رو جزوه برداری کنید. برید کلمات رندوم پیدا کنید. حالا از هر جایی داری، مثلا یوتیوب میبینی یه جاهایی هست که زیرنویسی چیزی مینویسن، سعی کن این تلفظات رو تمرین کنی و اینا. هرچی بگذره هی بهتر میشی. ولی این نکات رو خوبه که بدونید. خب حالا بریم سراغ مثال هاشو. اولی گفتیم صدای ung ung ung، این صدا رو میده، مثل سرنگ سرنگ سرنگ. بچه ها نمیگیم سرنگ سرنگ، هیچ وقت نمیگیم. توی زبان کره‌ای هر کی اینو بشنوه تعجب میکنه. مگه چنین چیزی هم داریم؟ پس میگیم سرنگ سرنگ. کامل هم عین نین قرار نیست تلفظ بشه، قرار نیست عین نین تلفظ بشه. اگه بگیم سرن میشه سرن سرن، در صورتی که ما داریم میگیم سرنگ. این آخرش بعد از این که به نمیرسیم یه حالت گنگ پیدا میکنه. ما این حالت گنگ رو میخوایم برای این. جلوی اینم 2 تا ستاره بزنیم. این تلفظش خیلی مهمه. و میریم سراغ بعدی صدای، گفتیم صدای ج میتونه بده، صدای چ هم میتونه بده. حالا من خودم چون که اصفهان هستم، به نظرم اون صدای چی که میگن صدای همون ج اصفهانی تلفظش میکنه. مثلا چی؟ مثلا جوجه رو میگن جوجه. جوجه را، حالا جوجه هم نمیگن، کلمه دیگه میگن چوری. ولی حالا اینو مثلا ج اصفهانی من خودم بهش میگم. این صدای ج اصفهانی میده. مثلا چی؟ مثلا میگیم تاجانگاه تاجانگاه تاجانگاه. کامل چه نیست ولی ج هم نیست، یه چیزی بین این دوتاست. این میشه صدای اصلی این تاجانگاه تاجانگاه. بعدی گفتیم که چه غلیظ شده همینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینو من با فشار هوای زیاد قراره تلفظ کنم، بگم چا چا چا، هوای خیلی زیادی میزنه بیرون. و معنیشون سرنگ به معنی عشق که قطعا میدونیم. بعدی تاجانگاه تاجانگاه به معنی دوچرخه. بعدی چا چا
به معنی چای و همینطور مخفف شده خودرو ماشینی که حالا سوارش میشیم و میریم بیرون و اینا، این میشه چا. بعدی گفتیم صدای که توپو رو غلیظ میده. مثل چی؟ کاپی به معنی قهوه. و یه نکته الان یادم اومد بچه‌ها، من گفتم که این آ خیلی مهمه، آ. این رو اگه که اشتباهی کسی او تلفظ کنه این کلمه میشه پی. این هست کاپی، این یکی هست کوپی بچه‌ها. کاپی میشه قهوه و حالا من میخوام بگم که مثلا میرم قهوه میخورم، خب میگیم کاپی، این میشه قهوه که یه نوشیدنیه. اما اگه بگیم کپی رو میرم بخورم، حالا براتون بگم کو یعنی دماغ، پی یعنی خون. دیگه خودتون تا تهشو برید. آره چنین افتضاحی ممکنه به بار بیاد. خب بگذاریم بریم بعدی. گفتیم صدای ت توپر میده، مثل تویویر به معنی شنبه. بعدی گفتیم صدای پ غلیظ میده، مثل پودو به معنی انگور. بعدی که گفتیم صدای ه میده، هیل، مثل هانا به معنی یک، عدد یک. خب اینم از این. خیلی یاد گرفتیم چیزای مفید و امیدوارم که مفید باشه براتون و حسابی تمرین کنین. اتفاقا تمرین هم براتون آوردم. چیزایی که تا الان یاد گرفتین و توی این جدول میذارین و تمرینشون میکنین. اینا رو مینویسین دیگه. اینکه لغت، این لغات هم آوردم براتون، معنیاش هم حالا جلوش با تصویر نشون داده. اینا رو تمرین میکنین، خیلی هم خوب میشه اگه سعی کنین تلفظ کنین و دو کلجا، سه کلجا، یک کلجا، اینا رو مثلا برای خودتون مشخص کنین، با خودتون بگین پچیم داره یا نداره، چه جوریه و اینا. و در کل امیدوارم که حسابی موفق باشین، براتون مفید بوده باشه و حسابی اینا رو تمرین کنین تا برگردیم با ویدیو قسمت دوم الفبامون. خلاصه که حسابی تمرین کنین و مطمئن باشین که اگه همینجوری به پیشرفت کردنتون ادامه بدین، یه زمانی الان ممکنه سخت باشه یا مثلا نگاه چقدر سخته، من نمیتونم، بابا من تا کی به اینجا برسم. اما اگه اصلا به این چیزا فکر نکنیم، رو به جلو پیش بری، فقط تمرکزت رو بذاری روی این که من امروز اینو تا اینجا تکمیل میکنم، تا هفته دیگه تا اینجا یادش میگیرم، تا ماه دیگه به اینجا میرسم، بعد از 1 ماه وقتی برگردی و به خود قبلیت نگاه کنی میبینی خیلی یاد گرفتی. و این میشه اون دوپامین و سروتونینی که شادی واقعی رو برای آدم میاره. امیدوارم که هر جا هستین خوب و سلامت باشین. ایشالله باز دوباره میبینمتون و منو میبینین. 안녕히 계세요. 화이팅!